با یاد نام خدا. سلام به پسرها و دخترای گلم. دانش آموزای کلاس هفتم حاج محمد رضایی هستم، معلم زبان انگلیسی. صفحه 18 از درس اول از کتاب زبان هفتم، مکالمه دوم. قبل از اینکه مکالمه رو شروع کنید ممنون میشم کانال رو دنبال کنید، ویدیو رو لایک کنید و اون زنگوله زیر کانال رو هم فعال کنید تا به محض اینکه ویدیو جدید منتشر میشه به اطلاعاتتون برسه. لینک کانال یوتیوب در توضیحات زیر پست براتون قرار گرفته. ممنون میشم که اونجا هم ویدیو رو دنبال کنید. مکالمه بین نادر و ایمان هست. تصویرشون رو در زیر مکالمه دارید میبینید. تو حیاط مدرسه نشستن روی نیمکت بغل دیوار دارن با هم دیگه صحبت میکنن. نادر مکالمه رو شروع میکنه. How old is your brother ایمان؟ میگه ایمان برادرت چند سالشه؟ How old is your brother؟ بچه brother یعنی برادر و your brother یعنی برادرت. How old is your brother ایمان؟ ایمان برادرت چند سالشه؟ ایمان جواب میده he is 13. 13 سال. او هست 13 ساله. نادر میگه 30 یعنی 30 سال. ایمان میگه no 13. 13 میگه نه 13. THIRTEEN و بعد حرفای 13 رو میگه. نادر میگه oh I see یعنی آها متوجه شدم، فهمیدم. زیر مکالمه بچه توی این کادر آبی رنگ جمله قرمز رنگ نوشته How do you say this in English؟ یعنی چطور باید گفت این را به انگلیسی. This یعنی این را. خب How do you say this in English؟ یعنی این را به انگلیسی چجوری باید بگیم؟ به جای این کلمه this ما میتونیم کلمه ای رو بگیم که به انگلیسی میخوایم از شخصی بپرسیم. فراموش نکنید ویدیو رو لایک کنید، کانال رو دنبال کنید. با ویدیو جدیدتر توی کانال منتظرتون هستم. خدا یار و نگهدار.